برادران عزیزم، پس از 2 روز یعنی 23 فوریه در کشور ما روزی تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تجلیل می شود. در کشور ما رسم شده است که این روز را با شکرگزاری و سپاسگزاری و رحمتگویی برای برادران و مردان و دلیرانی که در سرحدها می ایستند و خدمت می کنند و این سرزمین را و دین و آیین و خانه و کوچه ها و خانواده و فرزندان ما و شما را در آنجا حمایت می کنند در سردی و در وزنینی. پس امروز را مخصوص گردانیدند تا اینکه شکرگزاری و سپاسگزاری آنها را کنیم. باید ما هر روز در دعاهایمان فرزندانمان، عسکر بچه هایی که در اونجا خدمت میکنند باید فراموش نکنیم. برای آنها دعای نیک و دعای خیر کنیم، دعای رحمت و دعای برکت کنیم که آنها پیش از همه فضل رحمت پروردگار و سبب تینجی و امانی آنها اند. ما خواب میکنیم آسوده، آنها بیدارند. ما در جاگه نرم و گرم خواب میکنیم، اما آنها در سردی های شب در مرزها می ایستند در خنکی و سردی و تری و خواب نمیکنند و ما و شما را از دشمنان بیرونه حفظ میکنند. فضیلت حفظ وطن از نگاه اسلام. اسلام حفظ وطن و دفاع از آن را یکی از واجبات مهم دانسته آن را وسیله حفظ دین، ملت و آینده نسل ها قرار داده است. خداوند جل و علا در قرآن کریم سوره انفال آیت 60 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظیم. خداوند جل و علا در سوره انفال آیت 60 می‌فرماید: و آنچه می‌توانید از نیرو و از آماده داشتن اسبان برای آنها مهیا سازید تا با آن با دشمنان خدا و دشمنان خودتان نیز بجز آنهایی که شما آنها را نمی‌دانید، دشمنانی که شما آنها را نمی‌دانید خدا آنها را می‌داند، بترسانید و آنچه از هر چی هست در راه خدا خرج کنید، انفاق کنید، و شما تمام برگردانیده می‌شود و شما ستم کرده نمی‌شوید. برادران گرامی، بیایید به معنا و پیام‌های همین آیت قرآنی توجه کنیم. همین آیت ما و شما را به 4 نقطه مهم تأکید می‌کند. نقطه اول، ضرورت آمادگی و نیرومندی. خداوند تبارک و تعالی در این آیت مسلمانان را وادار می‌سازد که همیشه آماده باشند و قدرت نظامی خود را تحکیم بخشند. البته اسلام دین صلح و ثبات است و مسلمانان را به صلح و ثبات و اخوت دعوت می‌کند، ولی همزمان تأکید می‌نماید که جامعه باید آماده حفظ خود باشد. و در حدیث صحیح که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: ید العلیا خیر من ید السفلی. دست قدرتمند، دست دهنده، دست خیر کننده از دست پایین و دست نیازمند و دست گیرنده بالاتر و افضلتر است نزد پروردگار جل و علا. پس باید ما برای حفظ دین خود، برای حفظ فرهنگ خود، برای حفظ ملت خود، برای حفظ خانواده خود باید ما سرجم باشیم و آمادگی نظامی داشته باشیم. ورزش های سنتی را شما میدونید. باید هر یک مسلمان این ورزش ها را بداند و بتواند و هر روز انجام بده. شناوری، کمانزنی، اسب سواری. متاسفانه وقتی مسلمان از سنت، از اصل دین وقتی دور شد، بعد میبینیم که ناتوان میشود، بعد میبینیم که ضعیف میشود، میبینیم که چاق میشود. متاسفانه. نقطه دیگه‌ای که در این آیت اشاره میشود محافظت ارزش‌های دینی و ملی است. عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا و دشمنان خود در این آیت
نشان می‌دهد که هر ملت و جامعه‌ای که در راه حق قرار دارد ناگزیر با مخالفان و دشمنان روبرو می‌شود. پس آمادگی برای محافظت نه تنها یک وظیفه شهروندی و ملی بلکه امری الهی نیز هست. برادران عزیز، سیومین، اسرار پیشگیری نزاع‌ها. آیت تأکید میکند که اگر جامعه قوی باشد دشمنان جرأتی تجاوز نخواهند داشت، قوی تجاوز نخواهند داشت. در دیپلماتیا مناسبت‌های بین الخلقی ما می‌بینیم که مذاکرات‌ها برای صلح‌ها رفته است در چند دولت، برای که ساده‌تر و فهم‌تر شود. وقتی قدرتمند است می‌بینیم که نماینده همون ملت رو دعوت نمی‌کند، برای که اون جنگ زده است، خراب شده است، کساد شده است. نماینده همون ملت رو خبر نمی‌کند، اما برای همون ملت خود می‌شیند، مذاکرات می‌کند و آینده اون ملت رو حل می‌کند. پس اگر ما قوی باشیم، ما دست بالا باشیم، ما قدرت نظامی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم، علمی و فناوری و تکنولوژی داشته باشیم، دیگر هیچ نیاز و نیازمندی به هیچ ملت دیگری نخواهیم داشت. این معنای آن را دارد که پیشگیری جنگ و نزاع‌ها بیشتر از همه به اقتدار ملی در تمام سمت‌ها از جمله اقتدار نظامی وابسته است. چهارم نقطه‌ای که در این آیت اشاره شده است، انفاق و سهمگذاری در محافظت وطن. آیت ذکر میکند که هر چیزی که در راه خداوند جل و علا صرف شود، یعنی نفقه شود، صدقه و نیکی شود، بیهوده نمی رود. این نقطه بیانگر آن است که مسلمانان باید برای حفظ دین، وطن و ارزش‌های خود سهمگذار باشند و از صرف کردن مال و ملک در این راه نباید بترسند. خداوند جل و علا در قرآن میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. هر کسی که یک نیکی میکنه، هر کسی که یک سومن خیر میکنه، هر یک انسانی که با اخلاق خود، با تبسم خود صدقه میکنه. صحابگان فقیر زیاد بودند در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اومدند و شکایت کردند: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ثروتمندان حضرت عثمان، عبدالرحمن ابن عوف و دیگر بزرگان راه ساختند، مسجد ساختند، آب برآوردند، باغ‌ها خریدند و هدیه کردند و برای مسلمانان بخشیدند. ما نداریم سرمایه‌ای که نفقه کنیم، سهمگذاری کنیم در پیشرفت دین و سرزمین و ملت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با آنها ذکر نشان داد: سبحان الله، الحمدلله، استغفر الله، الله اکبر. اینها ذکرند، اینها صدقند، اینها نیکی‌اند در نامه اعمال انسان. در حدیث زیبایی پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است، می‌فرمایند: التبسم فی وجه اخیک صدقه. همین چهره کشادن و با چهره کشاد و با تبسم معامله کردن و سخن کردن با برادر مسلمانت، این برای تو صدقه، برای تو عبادت و برای تو نیکی است. این همه ثروتند، این همه نعمتند. این سرزمین هم در برابر نعمت پروردگار جل و علا، برادران عزیزم، امانت است از جانب پروردگار برای ما و شما. باید ما آن را حفظ کنیم، آن را نگاه بداریم از دشمنان داخلی و بیرونی، تا اینکه جامعه ما پراکنده نشود، ناکام نشود. پیوند آیت با واقعیت‌های امروزه در شرایط کنونی که تهدیدها به امنیت کشورها افزودند، این آیت اهمیت خاصه پیدا می‌کند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نیز همیشه با ضرورت تحکیم وطن دوستی جوانان، آمادگی نظامی و تقویت اقتدار قواهای مسلح تاجیکستان تأکید می‌نماید. پس هر یک فرد وطن دوست باید درک نماید که حفظ مرز و بوم کشور نه تنها مسئولیت نظامیان بلکه وظیفه شهروندی نیز می باشد. گذشته از این، آیت شریف دلالت می‌کند که آمادگی برای دفاع و حفظ سرزمین یک امر الهی و مسئولیت هر یک فرد مسلمان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو داود روایت می‌کند، در سنن ابو داود حدیث تحت رقم 4772 آمده است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کس که در راه دفاع از مالش کشته شود او شهید است. هر کس که در راه دفاع از جانش کشته شود او شهید است. هر کس که در راه دفاع از دینش کشته شود او شهید است و هر کس که در راه دفاع از اهل خانوادهش کشته شود او شهید است. یعنی دفاع میکند از مال خود، از فرزندان خود، از جان خود، از خانواده خود، از وطن خود دفاع میکند. اگر در این راه کشته شود جایگاه و فضیلت بزرگ شهیدی را میگیرد. این چقدر مقامی بالایی است برادران عزیز. در مضمون حدیث شریف توجه کنید. مال ما، جان ما، دین ما، اهل و خانواده ما در کدام حالت در امان هستند؟ در امان میمونند. البته در حالی که وطن ما تنج و آرام و در امان باشد. پس در این حدیث به ما پیام میدهد که حفظ وطن را از جمله واجبات دینی خود دانیم. این حدیث نشان میدهد که حفظ وطن یک عمل پرشرف و باعث دریافت مرتبه شهادت میباشد. هر شخصی که در راه حفظ مرز و بوم خویش کوشش مینماید در حقیقت یک عبادت بزرگی را انجام میدهد. ما حدیث صحیحی را خواندیم